سرخط خبرها جزای ناظر برق و صاحبکار برای برق دزدی دعوت به صف ارتش روسیه را دائمی کردند. نظرسنجی زیادشوی معاش و نفقه به زندگی شما چه تاثیر رساند؟ روزتون بخیر باشد بیننده های گرامی. دوام چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز چهارشنبه 29 اکتبر آژانسی نظارت انرژتیکی از آشکار شدن حالت دزدی برق از جانب کارمند شبکه‌های تقسیماتی برق شهر خوجند و صاحب یک نقطه شستشوی نقلیات خبر داده است. به اطلاع منبع کارمند شبکه در نقطه شستشوی نقلیات این صاحبکار به گرفتن اجازه‌نامه نیروی برق پیوست کرده است. او با این کارش با اتهام اجرا نکردن عهده‌داری‌ها و طلبات مقرر کرده قاعده‌های استفاده ذخیره انرژتیکی و صاحبکار با گمان رعایت نکردن قاعده‌های استفاده قوه برق جریمه شدند. آژانسی مقدار جریمه را آشکار نکرده است. نظر کارمند شبکه‌های تقسیماتی برق و صاحبکار در رابطه با این قضیه معلوم نیست. دومای دولتی روسیه روز سه‌شنبه قانونی را قبول کرد که بر اساس آن می‌توانند جوانان را تمام سال به صف ارتش دعوت کنند. همین طور من بعد در روسیه دعوت به صف نیروهای مسلح موسمی نخواهد بود، ولی دعوت شدگان را به جای خدمت در یک سال 2 بار می‌فرستند. در صورت امضای قانون کمیسیه‌های دعوت به صف ارتش تمام سال کار می‌کنند. معاینه طبی دعوت شدگان و تشخیص روانی آنها منتظم ادامه می‌یابد. مؤلفان طرح قانون گفتند که این کار می‌تواند صفت دعوت به صف نیروهای مسلح روسیه را بالا برد. به گفته حامیان حقوق مقامات می‌خواهند با این راه نظامی را براه مانند که پیوسته صف ارتش را با سرباز پر کند. ظاهراً جنگ روسیه در اوکراین و تلفات افزاینده ارتش آن در جنگ مقامات روسیه را مجبور کرده است که در جستجوی راه‌های نوی سفر برای جوانان به ارتش و همین گونه روان کردن آنها به جنگ باشند. در 10 دانشگاه تاجیکستان درس ذهن صنعی براه مانده می شود. در برنامه تعلیمی این دانشگاه‌ها علاقه اختصاص ذهن صنعی وارد کرده شده است. در این باره حکیم خالقزاده معاون اول سروزیر تاجیکستان در همایش بین المللی عاید به ذهن صنعی AIConf 2025 خبر داده است. خبرگزاری دولتی خاور از قبل معاون سروزیر نوشته است این اقدام امکان می‌دهد که نسل نو با دانش‌های رقمی شناس شده در بازار جهانی مهنت رقابت پذیر گردند. در نشست همچنین تاکید شده است که در دایره استراتژی رشد ذهن صنعی برای دوره تا سال 2040 در تاجیکستان بیش از 750 متخصص جوان این بخش آماده شده است. از ماه سپتامبر سال روان معاش کارمندان باغچه‌های بچگانه و آموزگاران در تاجیکستان 30% زیاد شد. دستمزد دیگر کارمندان ساحه معارف، علم، تندرستی و استیپندیه‌ها باشد 20% افزایش یافت. همچنین حق بازنشستگی و یا نفقه در تاجیکستان 10% بالا برده شد. گفته می شود در بین کشورهای سابق شوروی شهروندان تاجیکستان معاش و نفقه از همه کم را می گیرند. این نوبت ما از ساکنان و مهمانان پایتخت پرسیدیم که بلند شدن معاش به زندگیشان چه تاثیر رساند. پاتوقش گاوزنم یاستنده 5 سال میگرفتم 214 سال شده. خیلی شکرانه خدا میکنیم به کار به هیچی همین خبا خداوند لایق دیده. خیلی همین یک جایی که خدمت میخزیم گپ توقرش که میریم ببینه تگ میخزین خونه یا خشه یا توره یا میشه خیلی کار نکرده باشیم در دولت به هیچ چیزی پیرون سالی. بلند چیزی نرخ نوام با بلند شد که چی تاثیر میرسونه با همون 2.15 130. آبادی اینقدر بیناهای سراشونه اینقدر پینجی امانی سول آبادی دیگه با من چی در کار؟ همین سول باشه همش میشود. از اولم خیلی بدیم ما خیلی رفته استیم. همین رفتی کار بود چون که ما کارگر دولت بودیم تازه را نفقه برآمدیم. ما نمینالیم ما رضا هستیم خرسند هستیم برای که شکلی زندگی خوب است. یکان کمبودی از زندگی نداریم. تاثیر نیست کم همه چی کم قیمت شدگی همه چی. زندگی هم 100% یکون کمبودی نیست. شود زندگی به کمبودی نمیشود. همه هست کمبودی اون چیزایی که هست هست شکری پروردگار میشود میرسه به زندگی. الحمدلله شکر خدا معاشمون کمی بیشتر زیاد شده است. شکرانه خدا میکنیم میشه و ان شاء الله با زندگی خیلی کم بیش هست شکر خدا. اول چقدر میگیرید اگه مخفی نباشه بازی چقدر؟ اول خیلی کمی کمتر بوده. خیلی 822 هم خیلی میگرفتیم. حاضر خیلی شکر خدا
کمی زیاد شده است. ما شاد هستیم، میندار هستیم. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان آگاه کرده است که سر از 31 اکتبر در جمهوری زیادشوی حالت افلاسشوی هوا پیشگویی شده آن تا 3 نوامبر ادامه می‌یابد. به اطلاع منبع، بلند شدن حالت افلاسشوی هوا در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه با سبب خاکباریش است که از سمت منطقه‌های جنوب و غربی و جنوبی به جمهوری وارد می‌گردد. آژانس به شخصانی که بیماری‌های دیق نفس، بیماری‌های دیل و فشار بلندی دارند تاکید کرده است که در چنین هوا باید احتیاط نمایند. به شهروندان توصیه داده شده است که در این روزها از سیر و گشت زیادی روزانه در خیابان‌ها، کوچه‌ها، خصوصا در نزدیکی راه‌های سیرنقلیات خودداری کنند. دادگاه بالایی در شهر بالونیای ایتالیا امر داده است که سرگئی کوزنیتسوف شهروند اوکراین را به آلمان دهند، چون مفتشان ثابت کردند که او در ترکش لوله گازی مجرای شمالی 1 و مجرای شمالی 2 دست دارد. دادگاه حکم دادگاه‌های پایانی را درباره استرداد نکردن کوزنیتسوف به اعتبار کرده است. وکیل دفاع گمانبر در جنایت نیکولا کانسترینی گفته است که از این حکم به دادگاه بالایی تجدید نظر در ایتالیا شکایت میبرد، زیرا در جریان تفتیشات به قانونشکنی‌های زیاد راه دادند. با گفته مفتشان آلمان، 26 سپتامبر سال 2022 گروهی عبارت از 6 نفر یک قایق را با سندهای ساخته اجاره گرفتند و با اسباب‌های غواصی در 3 شاخه لوله‌های گازی مجرای شمالی مواد ترکننده نصب کردند. لوله مذکور که روسیه را به آلمان می‌پیوندد، یک راه مهم تامین گاز برای آلمان بود. داستانی آلمان میگوید سرگئی کوزنیتسوف یکی از هماهنگسازان ویرانگری در لوله گاز بوده است. خود او ادعا را رد کرده و گفته است که هنگام ترکش لوله در اوکراین نبود. کوزنیتسوف را ماه آگوست سال 2025 با درخواست آلمان در ایتالیا دستگیر کردند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 29 اکتبر خبر می‌دهد. 29 اکتبر سال 2016 در یک مراسم تنتنوی ساختمان نیروگاه برق آبی روغن که آن را طرح آرمان‌های تاجیکان هم می‌نامند شروع شد. ساختمان این طرح که هنوز سال‌های شوروی تهیه شده و با سبب مخالفت‌های پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف ناتمام مانده بود، بعد مرگ او از سر گرفته شد. هدف اساسی ساختمان سد آب انبار با بلندی 335 متر است که به باور مقامات تاجیک این کشور دوچاری بحران انرژی را نهایت به استقلالیت انرژتیکی می‌رساند. 29 اکتبر روز گرامی داشته خاطر قربانیان تروری بزرگ دوران استالینی است که به قول محقق قربانی علمشو دست کم 25,000 تاجیکستانی هم تومه آن شدند. دوره فاجعه باری حبس و کشتار خودمان دولت روشنفکران و فرزانه‌های دور به پایان سال‌های 1930 راست می‌آید. این محقق میگوید تا حال این تاریخ تاریک پورا آموخته نشده است و سرنوشت بسیار مردم بیگناه اسرار تلخ تاریخ باقی میماند. 29 اکتبر سال 2014 خبری در یک دهه دوردست کشور یمن به گرو افتادن همشیره تاجیک بسیاری ها را در تاجیکستان نگران کرد. گلرخسار رافیه که از روی قرارداد با دولت با ساکنان این کشور جنگ زده عربی به حیث متخصص طب یاری میکرد، از جانب یک گروه شورشی قبیله‌ای با طلب رها کردن نفر از زندان به گرو گرفته شد. 105 روز بعد آزاد گردید و به تاجیکستان برگشت. یمن در سالهای استقلالیت یکی دیگر از کشورهای گردید که متخصصان طب از تاجیکستان و دیگر جمهوری‌های شوروی سابق برای کار به آنجا می‌روند. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 116 سومونی، 100 یورو با 1084 سومونی و 100 دلار را 929 سومونی مقرر کرده است. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. اخباری از این بیشتر را دوام روز در سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا فردا، خدا نگهدار.